ادامه گفتارهای رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، حالا از سلسله خوانش بدیعی داستان استاد صدرالدین عینی داخونده را شنوید. گفتار 20. شبها باز فجیع‌تر و باز جانکاه‌تر می گذشت. یک پاس از شب گذشته بود که صدای گرز پایماندن 2-3 نفر به گوش ها آمد. بندیان مانند آهوانی که آمدن گرگ را پی برند گوش های خود را سیخ کرده ایستادند. در آبخانه گشاده شده. حامد خوجه! این صدا باز تکرار شد. حامد خوجه میگویم. ای ملعون، مگر با آواز ندادن از مردن خلاص میشوی؟ اگر 100 جان داشته باشید یک جان شما مرتدان هم خلاص نمی شود. حامد خوجه ناچار خود را معلوم کرد. یکی از آیندگان مانند شغالی که مرغ را در رباید از گریبان حامد خوجه گرفته بیرونش کشید. همه بندیان با گریه خاموشانه هرچه زودتر و پیشتر مرگ خود را می‌خواستند تا که دیگر شاهد این گونه فاجعه نشوند. بعد از 5 دقیقه از سوراخی که بندیانی پیشتر از این آبخانه به طرف ریگ خانه گشاده بودند صدای غژیر غرغره آمد. از پس این آواز جانگداز خرخره آدم شنیده شد. پس از فرصتی صدای گرزی کرده از سقف ریگ خانه به زمین افتادن یک چیزی وزنین آمد. باز آواز دیگرش را بیارید. بعد از 5 دقیقه باز در آبخانه گشاده شد. مثل اول حاجی عبدالستار را جیازده برده به غرغره کشیدند. بعد از این حال به سر میرزا شاه، حاجی سراج، میرزا احمد، میرزا رحمت الله، عظیم جان، میرزا فیاض و دیگران پس دنبال آمدن گرفت. روز شد. ریگستان را تا در و بام مدرسه و مسجدها تماشابینان فرا گرفتند. یک بار صدای الاس غذا طلبان با آسمان بلند شد. آوردند. این آواز از دهان هزارها نفر یک بار می برآمد. با عکس صدای تاق رواق گنبدهای مدرسه و مسجدها غلغله‌ای در شهر افتاد. یادگار از سوراخی که از زیر سقف آبخانه به طرف ریگستان گشاده بودند چشم انداخت. 2 نفر را دست و گردن بسته می آوردند. غذا طلبان میرزا شمس با پسرش مهدی، اینها با بولشویکان یک شده به جناب عالی تیغ کشیدند. اینها را در ریگستان به پیش چشم عبرت مردم گوسفندوار سر بریدن در کار است. در حقیقت اینها را پس از آن که 1 درجه به ارگ برآوردند در حال باز فراورده در بازار ریسمان ریگستان به جایی که امیر از دریچه سلامخانه خود دیده می ایستاد سر بریدند. باز غلغله تکرار شد. ملا شریف قربانی، این بینید این موی سفید 60 ساله هم جدید بوده است. این را هم با 2 پسری 14 و 16 سالش در ریگستان سر بریدند. این حال به سر فتح‌الله خوجه و دیگران تکرار یافتن گرفت. از دالان راهروی دروازه ارگ فریادی ناخشنودانه‌ای برآمد. پادشاهانی پیش
و کلانانی درباره آنها به کسانی که در جنگ و غزاها کارنامه‌ها نشان می‌دهند عمل‌های کلان می‌دادند و انعام‌ها می‌کردند. من خواستم خدمت خودم کرده را به خوشبیگی عرض کنم. یا سوال باشی راه نداد. با این حال به کدام دلخوشی کس کارنامه نشان می‌دهد؟ تو چی کارنامه نشان دادی؟ آوازی کسی دیگری برآمد. بعد از گریختن کالیس و جدیدان گوری میرزا نردالله جدید را که در انقلاب اول 75 توپ خورده کشته شده بود و برای وی جدیدان در میانه کاوان کهنه و نو گورخانه ساخته بودند ویران کرده چنگهایش را از آسمان آوردم. نه، دروغ میگوید. دیگری گفت این کار را من با همراهی ملایان غزا طلب کردم. این آدم به ما همراه نشده از برای تاراج کردن میرزا مصطفی قل که از کاگان به قربون میگریخت رفته بود. از روی شنیدیم من وقتی که نایبی مزار با میرشبی آنجا میرزا مصطفی قل را با آدمهایش کشتند از چیزهای وی خیلی اش را این کس گرفته است. باز میخواهد که بر دروغ خود را خدمت کرده نشان داده از دولت عالی هم چیزی گیرد. اگر برای ویران کردن گوری میرزا نصرالله از خزینه چیزی برآید وی حقی من است. من در این غزا جان خود را به جبار داده کار کردم. چارباغ فضل‌الدین مخدوم و میرزا شمس را من آتش دادم، اما یگان پول چیز نگرفتم. مگر پیش از آتش دادن طلا نکردید؟ البته باید اول همه چیز را گرفته پس از آن آتش زده باشید. نه، به خدا که یگان چیز نگرفتم. من خواستم از چارباغ میرزا شمس یک جوال آرد گیرم، اما ملاها آرد جدیدان را خوردن حرام است گفته نماندند. در پیش چشمم 300 من بر این آرد و گندم سوخت خاکستر شد که دودهایم برآمد. یادگار 2 ماه دراز به این گونه واقعه ها شاهد شد. پس از آن آدم کشی خیلی سبک شده باشد هم فاجعه برطرف نشده بود. آبخانه هیچگاه از بندیان کشته شدنی خالی نمی ماند. گاه ها در این خانه‌چه‌ای که 4 کس را برای نشستن نمی گنجانید 20-30 نفر را جای می کردند. هر روز مرغزبان آمده اینها را مردوار می زدند. با جدیدان گریزه بخاری و بلشویکان روز چه خط و خبر کردید؟ از آنها به شما چی فرمایش ها آمد؟ راستش را گویید. گفته گپ می پرسیدند. طبیعی هیچ کدام آن بندیان در این باره لب نمی کشادند. باز مرغزبان به شورش آمده می زدند. در خمگشت پایهایشان چوب می بستند و به عینک زانوهاشان با سنگ می زدند. وقتی که این گونه بندیان به مردن نزدیک می رسیدند بر یک خانه گذرانیده کارشان را به پایان می رساندند، یا اینکه در همین آبخانه می گذاشتند که به حال خود می مردند. از طرف پادشاهی برای این بندیان لبی نان داده نمی شد. حتی آب را هم با بسیار صرفه‌کاری می دادند. برای بندیانی که در بیرون کس داشتند آشنان می آمد، لیکن از این آشنان سهم کلان را بندیبانان خورده از گاوغدودی به خود بندیان می دادند که اینها این یک لقمه را با بندی های بی کس با هم می دیدند. فصل 4. آتش نهانی. چند روز است که آبخانه خالی است. یادگار تنها مانده است. واقعه هایی که در مدت این 1.5 سال حیات آبخانگی به پیش چشمش واقع شدند مانند صورت های لنتهی کینا پی همدیگر از نظر می گذرند. تأثیر این واقعه های خیالی از فاجعه های اصلی که دیده بود دهشت انگیزترند، زیرا در وقتی روی دادن آن فاجعه ها یادگار تنها نبود، بنابراین آنها مانندی بودشان تأثیر می کردند. اکنون چی؟ اکنون در تنهایی قوه واهمه وسعت گرفته خیال تا می تواند به هر طرف می دود. هر کدام فاجعه های گذشته 100 چند اوله شده پی در هم از پیش چشمش می گذرند. جانزادی نیست که از وی به دل خود قوت گیرد.
در آبخانه گشاده شد. مانند آن که بوزی را از توده کوبکاری برآورده به گوشه اندازند، شخصی را به درون آبخانه هوا دادند. حقیقتا هم بدن این شخص مانند بوزی در کوبکاری تاخته شده پاره پاره و خونشار شده بود. تنها فرق در اینجا بود که این شخص اثر حیات نشان داده مانند ماری سربریده به خود می پیچید. بعد از ساعتی این شخص چشم گشاده به اطراف نظر انداخت و یادگار را دیده باز چشم خود را پوشید. یادگار برای دلجویی هم برای سبک کردن درد تنهایی خود به سر این شخص رفته. اکه گفته مانند آنی که خوابیده ای را با نرمی بیدار کند، آن شخص را از خواب یا مدهوشی بیدار یا هوشیار کردنی شد. چی میگویی؟ گفت آن شخص. هیچ چیز نه. احوال تو چطور است؟ گفت یادگار. شکر. برای چی بندی شدی؟ برای مردن. سبب بندی شدن چیز میگویم؟ خودی تو کیستی و سبب بندی شدن خودت چیست؟ یادگار نقل کردن سرگذشت خود را سر کرد. تا وقتی که یادگار سرگذشت خود را به پایان رسانید، بندی نو هم به قوت آمده به جای خود نشسته بود. شنیدن سرگذشت یادگار به این شخص تأثیر عجیبی بخشید. به چشمانش نور پیدا شد. چشمی که 1 ساعت پیش از این مانند چشمی مردگان خیره می نمود، حالا مانند ستاره سحری در آن خانه تاریک می درخشید. بندی نو بعد از آن که قدری چشم خود را به چشم یادگار دوخته ایستاد گفت: من می میرم، یعنی مرا می کشند، اما تو خلاص می شوی. و تنها تو بلکه همه آنهایی که اگرچه در خانه خود هستند در حقیقت بندیند آزاد خواهند شد. بنابراین من از کشته شدن خود هیچ غمگین نیستم. در همین وقت صدای پای آمد و در آبخانه گشاده شده کسی سر خود را درون کرد. عبدالله خوجه؟ گفته جیغ زد. چه خدمت؟ بندی نو که او را آینده با نام عبدالله خوجه جیغ زد، این جواب را چنان خاطر جمانه داد که گویا او را از خانه خودش یکی از دوستانش جیغ زده باشد. بیا، آینده گفت. چرا؟ هر کار کردنی باشه همینجا کردن گیر. بیا گفتم، پدر لعنت. عبدالله خوجه خیست و از دنبال آینده رفت. در آبخانه هم بسته شد. باز کسی را مانندی بوس هوا دادند و در را بسته رفتند. این عبدالله خوجه بود. لیکن این دفعه مانند اول بیدار نمی نمود. بعد از 5 دقیقه به زمین خوابیدن سر برداشته 4 زانو نشست. داخونده گفته گپ سر کرد. به داخونده گفتنم قهرت نآید. این یک عادت شده است که همه بخاریان هر کدام پای برهنگان کوهستانی را داخونده میگویند. مقصدی من از داخونده گفتن تو را حقارت کردن نیست، بلکه من این را به تو فهماندن میخواهم که به این نزدیکی روزی فیروزی داخوندگان پای برهنگان و فقیران میرسد. این نامها بر این نامهایی که دلالت به بیچیزی و فقیری کس کرده تا حال سببی حقارت می شدند، سببی عزت خواهند شد. یادگار این برخواسته به جای نشستن عبدالله خوجه را خانه روشن کنی پیش از مرگ و سخنهایش را سفسطه های جانکنی می پنداشت. بنابراین به گپهای وی ها گفته آنقدر اهمیت نمی داد.
عبدالله خوجه به این فکر یادگار پی برد و جدی‌تر کرده گفت: داخونده، من گمان میکنم که تو معنی سخنهای مرا نفهمیده ایستاده ای. بنابراین میخواهم به تو درست‌تر گپ زنم. چنانچه پیش از آن که مرا از اینجا میبردند به تو گفته بودم که مرا به زودی خواهند کشت. من میخواهم پیش از کشته شدنم از واقعه هایی که در این نزدیکی ها شدن است تو را خبردار کرده مانم تا که هر چیز را فهمیده دانسته پیشواز کنی. اولش این را دانستم که سرگذشت های از سر تو گذشته تنها به سر تو نیامدند. بیشترین فقرای مضافات بخارا، خصوصا فقیران کوهستانی، سرگذشت تو بر این واقعه ها را هر روز از سرگذرانیده ایستادند. آن آدم هایی که تو دیدی و به پیش چشم خودت با آن وحشانیت کشته شدند کسانی بودند که به همین سرگذشت های شما اظهار ناراضی کرده اصلاح یافتن حکومت امیر را آرزو می بردند. امیر به مناسبت واقعی کالیسوف اینها را به دست درآورده هرچی می توانست در حقشان کرد و پنداشت که اکنون به سر همه ناراضیان آب ریختم، بعد از این آسوده حکمرانی و کامرانی خواهم کرد. لیکن این حساب امیر صحو بود. آتش نارضایی که امیر خاموش کردن میخواست به زیر کاخانه ها جای گرفته پنهان شده بود. این آتش نهانی دقیقه به دقیقه در زیاد شدن است و زود است که یک بار در گرفته بالا گیرد، تخت و تاج امیر را با یاری دهندگانش سوخته خاکستر کند. عبدالله خوجه سخن خود را به اینجا رسانیده مانند کسانی که در پایان مستی خوابشان در رباید به خیال فرو رفت. یادگار برای فهمیدن اینکه عبدالله خوجه هنوز سفسطه های جانکنی میگوید یا سخنانش اصلی دارند پرسید: 1 سال زیاد است که من میبینم امیر اینجا آدم میکشد. نظر به قول بندیانی که من دیدم در دیگر ولایت های قلمروی امیر هم بازار آدمکشی گرم است. مگر باز ناراضی زنده مانده است که به مقابل امیر سر بردارد و کاری کرده تواند؟ عبدالله خوجه چشم به خیال رفته خود را باز کرده به طرف یادگار یک تیغ کشیده نگاه کرد. با این نگاه خود گویا او را می سنجید که به فهمیدن سخنانش تیار است یا نه. دید که یادگار مانند پیشتر به طرف خودش سرسری نمی بیند بلکه دقت می کند از گفته هایش چیزی دریابد. بنابراین همه خواص پراکنده شده خود را به یک جا جمع نموده همه روزهای آینده‌ای در تصورش بوده را پیش نظرش آورده گفت: درست، اگر دنیا دنیای پیشتره و بخارا هم بخارای کهنه می بود احتمال امیر با این کشاکشی ها جان به سلامت می برد. لیکن حالا دنیا چپه و پاسگانه شده است. آیا تو شنیده باشی که در روسیه انقلاب شد و نیکلای را که حامی و یاردهنده امیر بود بیکار کردند؟ 3 سال پیش از این واقعه را در زندان شنیده بودم. بنده ها امیر هم حریت می داده است، ما هم آزاد می شویم گفته خرسندی می کردند. دیری نگذشت که بندی ما از اول سخت‌تر شد. اکنون آن واقعه را شنیده باشی سخنان مرا درست‌تر گوش کن. کار روسیه با بیکار کردن نیکلای تمام نشد. کارگران فابریک و زوادهای روسیه دهقانان محنتکش و سلاطان را سرجم نموده شورش کرده بودند که با قوت آنها نیکلای بیکار شده بود. در زیر راهبری فرقه کمونیستی که او را فرقه بلشویک هم مینامند به بیکار شدن نیکلای قناعت نکرده کار انقلابی خود را باز پیشتر بردند. نتیجه در 25 ماه اکتبر سال 1917 یعنی پس از 8 ماه بیکار شدن نیکلای بازماندگان او را هم از میان برداشتند.
بایان زمیندارانی کلان، صاحبان فابریکا و زواد را که پس از دور نیکلای به بالای حکومت نشسته باز کار او را دوام کننده ایستاده بودند، پیش کرده حکومت را به دست خود گرفتند. نه تنها حکومت را، بلکه فابریکا، زواد، بانک و همه دارایی مملکت را هم به دست خود گرفته دولتمندان را مانند گرگ بی دندان یا مرغ بی چنگال کرده ماندند که این واقعه را انقلاب اکتبر می نامند. اکنون در روسیه قوتی نمان که امیر به آنها تکیه کرده تاج و تخت خود را نگاهداری کند. درست است که هنوز در روسیه باقی ماندگانی دور کهنه هستند، اما آنها به حالتی نیستند که روی راست به امیر یاری داده توانند. یعنی تو گفتن میخواهی که اکنون جدیدان سر بردارند به مقابل امیر کاری کردن نمیتوانند؟ عبدالله خوجه قدری شوریده گفت: جدیدها هیچ کار کردن نتوانستند و پس از این هم هیچ کار کردن نمیتوانند. در اصل هم آنها یگان کاری درست کردنی نبودند. دویدن گوساله تا کهدان گفتند. نهایت مطلب اینها اصلاح مکتب، اصلاح مدرسه و اصلاح حکومت امیر بود. خود از خود معلوم می شود که اصلاح یک چیز نیست کردن آن چیز نه، بلکه درست تر کرده پایدار نمودن آن چیز است. درست است که جدیدها با سبب این طلبهای خرد خود از امیر خیلی ظلم دیدند، خیلی کشته شدند. در نتیجه این حال به شخص امیر و به چند نفر کلان دربار امیر دشمن هم شدند. با این همه گفته نمی شود که آنها به امیری مقابلند. سالی گذشته گفتند که جدیدان با بولشویکان یک شده به امیر تیغ کشیدند. مگر این دروغ بود؟ گفته یادگار پرسید. راست است، عبدالله خوجه میگوید. راست است که جدیدان با کالیسوف یک شده و با یارمندی او به امیر هجوم کردنی شدند. لیکن در این کار یک دیله نبودند. آنها خیال میکردند که با یک دوغ سپاهیگری امیر میترسد. کسانی را که به جدیدان مخالف هستند از دربارش میراند. خودش به زیر تأثیر جدیدان میدراید. جدیدان هم به این واسطه حاکمیت را به دست خود گرفته شن و شوکت امیری را نهایت با اندک اصلاحاتی که در بالا نشان داده شد دوام میکنانند. این نیت جدیدان از کتابچه‌ای که در وی مقصد و مطلب خودشان را نوشتند روشن معلوم می شود. سببش همین بود که در روزهای واقعی کالیسوف با بیکار شدن یک کشبیگی شدن کسی دیگر عثمان بیگ جدیدان با اصول مدعای خود امیدوار شده شادی ها می کردند. وقتی که امیر از این تبتبی زغامه نترسیده کار را به جنگ انجام آنید باز هم جدیدان از دودیلگی نبرآمدند. یکی می گفت که تیر توپ به شهر نغلطد. برای ترسانده به خود رام کردن امیر همین آواز توپ بسنده است. دیگری حاضر می شد که خود رفته با امیر گفتگوزار کرده کار را با صلح تمام کند. از تگ دل نبودن آن هجوم از اینجا هم معلوم می شود که جدیدان پیش از هجوم به اهالی تشویقات کردن را هم لازم ندانستند. حتی به خود جدیدهایی در درون شهر بودگی و خیرخواهان آنها هم احوال را نفهماندند که آنها به واقعه کالیسوف مانند یک واقعه های ناگهانی برخورده چیکار کردن خود را ندانسته و دست امیر و جلادانش گرفتار گردیدند. لیکن احوال همین ترس شده ایستاده. کالیسوف را که پیش از هجوم تشویقات بردن را لازم می‌دانست 30,000 نفر انقلابچی مسلحی در درون بخارا تیار داریم گفته فریب دادند. من بعضی بندی ها را دیدم که خودهاشان را ما جوانان و جوان بخاریان گفته گپ می زدند. اینها کی هایند؟ اینها همان جدیدان هستند که خودشان خود را جوان بخاری هم می نامند. سبب این در آن است که در میان جدیدان بخارا تأثیری ترک و تاتارها بسیار است. ترکان عثمانی جدیدان خود را ژن ترک می نامند که معنی این جوان ترک گفتن است. تاتارها باشند جدیدان خود را یاشلر گفته گپ می زدند. معنی این هم جوانان است.
جدیدان بخارا هم به آنها تقلید کرده خودشان را جوان بخاری، جوانان هم میگویند. خب اکنون که جدیدان و یا با نام دیگرشان بگوییم جوان بخاریان به این حال و به این نیت باشند، حرکت‌های در مقابل امیر شدنی را کی راهبری و سرداری می‌کند؟ من در اولی سخن خود گفته بودم که انقلاب روسیه را میهنتکشان روسیه در زیر راهبری فرقه کمونیستی پیش بردند و به آخر رسانیدند. بعد از واقعه کالیسوف یک قسمی گریزگان بخاری هم در تاشکند و سمرقند به فرقه کمونیستی در آمدند، بلشویک شدند. اینها با نام کمیته مرکزی کمونیستان بخارا در تاشکند یک تشکیلات برپا کردند. در سمرقند، کاگان و چهارجوی بر این جاها شعبه های خود را گشادند. در درون شهر هم توده های پنهانی کمونیستان پیدا شد. کمیته مرکزی کمونیستان بخارا در زیر راهبری فرقه کمونیستی روسیه حرکت های انقلابی در مقابل امیر را راهبری می کند. همه ناریزایان خصوصا مهنتکشان را به یک جا جمع کرده به مقابل امیر برمی خیزاند. اکنون که مثل فرقه کمونیستی یک فرقه آهنینی که انقلاب اکتبر روسیه را به میدان آورده است به انقلاب بخارا راهبری می کند. از دودلگی جدیدان هیچ ترس و بیم نیست. ما امیدواریم که این دفعه به حرکت خود مصور شده امیر و امیری را از میان برداریم. نه تنها امیر و امیری را بلکه آن احوال و طرز زندگانی را هم که امیر و امیری را به میدان آورده است نیست کنیم. حالا عبدالله خوجه به نظر یادگار یک شخصی سرسطگوی جان کنده ایستاده نمی نمود، بلکه یک نرشیری می نمود که با وجود افتادنش به قفس آهنین و مجروح بودن و سر و تنش از هر بن مویش آتش شجاعت شعله‌وری می کرد. یادگار به گرفتاری این نرشیر گبدان افسوس می خورد با این فهم و دانش چرا به سمرقند یا تاشکند نگریخته به دست امیر گرفتار شده است گفته تعجب می کرد. پس چرا خودت به طرف سمرقند یا تاشکند نگریختی و چی شد که به دام افتادی؟ گفته یادگار از عبدالله خوجه پرسید. من کمونیست شدم. به تاشکند رفته با کمیته مرکزی کمونیستان بخارا به واسطه علاقه بستم. برای کار کردن بازگشته به بخارا آمدم. در درون شهر خیلی کار کردم، تشویقات نمودم، یچیکه ها کشادم. عاقبت سرم کشاده شده به دست افتادم. اکنون میخواهند همه سرها را از من فهمند. شما گفتار 20 را از سلسله خوانش بدیعی از داستان استاد صدرالدین عینی داخوانده شنیدید. راوی حبیب الله عبدالرزاقov.